من یک قصه از صحابه پیغمبر خدا اولین یار او ابوبکر بر شما میکنم. وقتی که میگد صف مسلمان ها به 39 نفر رسید، ابوبکر صدیق میگد از جای خود خیز، گفت ای پیغمبر خدا، چندین سری سال شد این حقیقت را ما پوشیده نگاه داریم. خوب می شود که این را در خانه کعبه در بین تمام مشرکان عرب اعلان میکنیم. رسول اکرم میگد اولا نخواست، گفت ابوبکر الحال بر وقت است، صف ما و شما 39 نفر، صف مشرکان این عرب چقدر زائد است، شاید که همین عمل ما و شما ناخوب شود. حضرت ابوبکر که غیرت اسلامیش بیدار شده بود، از جا خیستند، پیشا پیش پیغمبر خدا همراه صحابه ها یک جایه به خانه کعبه داخل شدند. وقتی که وارد خانه شدند، اطراف خانه را تمام مشرکان عرب احاطه کرده بودند و اون زمانها در گرد اطراف خانه کعبه این جاهل ها میگه عریان طواف میکردند. ابوبکر صدیق یار اول پیغمبر خدا که پیغمبر را پرسیدند از زنها کی را بسیارتر دوست می‌داری؟ گفتند عایشه را دوست می‌دارم. و من الرجال، پیغمبر خدا سؤال ما از مردهاست، مردها را کی را دوست می‌داری؟ ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم، که پدر عایشه این ابوبکر صدیق بود. حضرت بالای سنگ بر آمدند و اولین خطبه که در اسلام خوانده شد، اولین خطبه را خواندند، تمام مردم را به اسلام دعوت کردند. وقتی که دعوت کردند، مورخا میگوید همان روز حضرت امیر حمزه عمک پیغمبر خدا ایمان آورد. همان 3 روز ناگذشته حضرت عمر ایمان آورد. لکن بعد این اعلان چه حادثه شد؟ یک باره تمام آن گروه کلان مشرکان عرب هجوم بالای این 39 نفر کردند. صاحب کتاب میگوید چنان ابوبکر را لت و کوب کردند، چنان با پایهای خود به چهره این ابوبکر میزدند که دیگر این چهره ابوبکر را میگه شناخته نمیشد. مسلمان ها همه پریشان شدند. ابوبکر که از قبیله بنی تمیم بود، بنی تمیم درکدار شدند که ابوبکر را با این احوال انداختند. آمدند این جسد مبارکه برداشتند، سحر بود، به خانه بردند. وقتی در خانه تا نصف روز نگاه کردند، ابوبکر به خود نمی آمد. مادرش گریه میکرد، ام خیر. حتی بعضی مورخان میگن دیگر ابوبکر شناخته هم نمیشد، از حساب بی نهایت خون زیاد رفتند. بیگاه شد. این قبیله بنی تمیم به خانه کعبه آمدند، گفتند اگر ابوبکر از همین رنج وفات کند، هلاک شود، ما عقبه ابن معید را به قتل میرسانیم، زیرا عقبه ابن معید در زدن ابوبکر بسیار فعال بود. شب شد، میگد بعد شام به ناگاه میگد این چشمهای نرگسین ابوبکر گشاده شد. در اطرافش همه خویش و تبار، از آن جمله مادرش هم نشسته بود. وقتی چشم گشاده شد، نگاه کرد که اطرافش مادرش و خویش قومیتش نشسته. اولین سخنی که ابوبکر صدیق شروع کردن چی بود؟ گفتند مادر جان، گفتند حال محمد چگونه هست؟
حال محمد چگونه هست؟ حالت خود تماما فراموش کردند، نمیدانند که خود در کدام صورت هستند، محمد در چه احوال است. خویش و قومیت یکی یک باره غضبناک شدند. تا اون زمان اسلام نآورده بودند، گفتند تو از پشت محمد به همین احوال زدی، باز محمد طلب میکنی. و طعام میگه دراز کردند، به ابوبکر آب میدادند، گفتند قسم بر آن ذاتی که جان ابوبکر در دست اوست، این طعام شما بر من حرام است تا وقتی که خبر محمد را بر من نمیارید. تا اگر من از محمد درکدار نشوم، برای من شراب و طعام همه حرام است. دید مادرش همه خیش قومیت قهر کردند، خیستن از نزد ابوبکر رفتند. مادرش تنها ماند. یک قسم شب شد، مادر گفت خیز خانه عمر می روی. خواهر عمر ام جمیل ایمان آورده است، وای می داند که حالت محمد چگونه هست. مادرش برای آنه که فرزندش طعام خورد رفت. وقتی که از خواهر حضرت عمر پرسان میکرد، اونها می ترسیدند اسلام خودشان آشکار کنند. گفت من نمیدانم، من محمد را نمیشناسم، من نمیدانم که محمد در کدام احوال است، لکن درکدار شدم که فرزند تو ابوبکر خیلی رنج کشیده است، اگر بخواهی یک جای رفته عیادت میکنیم خبر میگیرم. وقتی که خواهر عمر میگه نزد ابوبکر آمدند، ابوبکر از او پرسان کرد محمد در کدام احوال است. گفت ابوبکر گفت مادرت میشنود. مادر تا اون زمان ایمان نآورده بود. گفت مادرت میشنود. گفت با که ندارد مادری من میشنود نمیشنود، بر من خبر بده محمد در کدام احوال است. گفت الحال گفت در خانه ارقم است، الحمدلله که با وی هیچ آسیبی نرسیده است، صحت و سلامت در خانه ارقم است. حضرت میگد از جای خود خیستند، گفتند مرا یک جای میگیرید، با کدام احوالی که نباشم خانه ارقم میبرید. یک قسم شب گذشت، میگد وقتی که مشرکای عرب همه خواب بودند، حضرت کشالکنان میگد به خانه ارقم آمد. وقتی که وارد خانه شد، میگد گویا که محمد ابوبکر را 10 سال ندیده باشد. یک باره یکدیگر را در آغوش گرفتند، داد گفتند، گریه کردند. سبب این قدر رنج ما برای چی باشد؟ چرا ما را اینقدر مشرکای عرب اذیت میدن؟ به سبب آنه که ما میگوییم خدای ما یک و یگانه است، به سبب آنه میگوییم که همین بت‌هایی که شما عبادت میکنید همه این بیکاره است، از اینها هیچ فایده ای نیست، از این خاطر ما و شما را رنج میدهند. ابوبکر صدیق باشد میگفت پیغمبر خدا این مادری من ام خیر است، دعا کن که وی مسلمان شود. حضرت میگه دست برداشتن گفتم پروردگارا چگونه ای که ابوبکر بر من محبت دارد، چگونه ای که ابوبکر به قرآن محبت دارد، خدایا مادر ابوبکر را هدایت کن. دعای پیغمبر خدا قبول شدند. مادر ابوبکر هم در همون مجلس چیکار کرد؟ ایمان آورد و اسلام را قبول کرد. دیدن که رنجهای خیلی زیاد است. از جانب خدا امر شد محمد مکه مکرمه را ترک بساز، به سوی مدینه هجرت کن. رسول اکرم اولا پیش از آنی که هجرت کند تمام آن کسانی که ایمان داشتند همه آنها را روان کرد. آنها در آوانی رفتند، چه عذابها میکشیدند. چی سهیل رومی میگوید وقتی که من از مکه بیرون شدم و خواستم که به مدینه بروم، من از دولت و سهولتم فقط یک اشتر داشتم، همون اشتر را از من گرفتند. گفتم وقتی که تو مکه آمدی تو هیچ دولتی نداشتی، همه این برکات مکه هست. گفته مشرکای عرب میگد همون اشتری مرا گرفتند. بعضی مردهایی که هجرت میکردند زنهای اونها را گرفتند، فرزندهاشون را گرفتند تا که اونها نروند، لکن اونها زن و فرزند یک جا گذاشتند، از پس پیغمبر خدا به مدینه رفتند. شب از شبها امر شد که محمد برا رای مدینه را پیش گیر. پیشکی پیغمبر خدا 2 اشتر تیار کرده بودند. رفت خانه ابوبکر را بیدار ساخت و گفت
خداوند امروز برای من خیلی یک یار مناسبی را نصیب گردانید و این تو هستی. خیز امشب شبی هست که ما مدین مکه مکرمه را ترک می سازیم. از جا خیستند و حضرت علی که خیلی صحابه کرام است، خدمت نشان داده در اسلام ما و شماست، حضرت را گفت که در جاگه من تو خواب میکنی. بین محبت را بین. جاگه پیغمبر خدا اون شب بی نهایت خطری داشت، زیرا تمام آن جوانهایی که قوتمند بودند لکن کافر بودند در اطراف خانه پیغمبر را اشغال کرده بودند. فقط منتظر بودند که سحر به مجرد که دروازه پیغمبر کشاده می شود و پیغمبر بیرون می شود، یک جای کاردها را در شکم او می زنیم و در آن شتابی که ابو جهل تیار کرده بود با چندین کافرها، آنها منتظر بودند که جسد محمد را سحر نزد آنها می برند. چی می دانست؟ چی می داند که خداوند بهترین مکار است؟ اون مکر که شما میکنین در نزد مکر خدا، در نزد تدبیر خدا هیچ چیز. رسول اکرم آزاد از خانه برآمدند. همه مشرکان در خواب بودند، ندیدند و علی در آن جاگه خواب بود. هر زمان نگاه میکردند که جاگه کسی خواب است، یک لطه سبز بالای پرتافتگی است، گمان میکردند این محمد است. وقتی سحر شد حضرت علی میگه همون چادر را بیره کردند. این مشرکان وقتی دیدند که این علی است، یکی یک باره تمام امید آنها، آرزوی آنها شکسته شد و هجوم بالای علی کردند. علی را لط و کوب کردند و پرسیدند محمد کجاست؟ گفت من خبری ندارم، من نمیدانم که محمد در کجاست. دستهاش بستند و به نزد این ابو جهل بدبخت، ابو جهل سرسخت، ابو جهل که وی معجزه پیغمبر خدا را آشکارا دیدگی بود لیکن ایمان نه آورد. خدا کسی را که هدایت نکند هیچ کس وی را هدایت کرده نمیتواند. همین ابو جهل منتظر بود که جسد پیغمبر خدا نزد او می آید. به ناگاه آوردن علی را. از علی پرسید محمد کجاست؟ گفت من نمیدانم. گفت وی را لط و کین کنید و دوان به خانه ابوبکر آمد. حضرت اسماء میگد من حامله بودم، دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر، در خانه بودم. میگد از دهان میگد ابو جهل باد دوزخ میبرآمد، چنان دشنام میداد، چنان دشنامهای بی معنی میداد، مثل باران میگد دشنام در حق پدر من و در حق من بود. فریاد زد پدرت کجاست؟ گفتم نمیدانم. گفت نمیدانی؟ گفتم نمیدانم. یک سنگ را میگه از زمین برداشت و در قفس سینه من میگد با چنان سخت زد که قسم به خدا که گوشوارهام دیگر نیفتم. گوشوارهام از گوشم پرید. گفت اینم یک جفای این بدبخت ابو جهل، چی به ابو بکر، چی به اولاد ابو بکر، چی به رسول اکرم بود. لکن بازم همه این اونها ایمان خدا نفروختند، تسلیم ابو جهل نشدند، بلکه هر شب همین اسماعی که حامله بود به بالای همون کوی ثور حرکت میکرد، همون غاری که پیغمبر خدا پنهان بود، طعام میبرد، خبر میبرد، به رسول الله میرساند.